سلام. امروز شما را با 5 تا از قهرمانان ورزش افغانستان که هر کدام در رشته خود یکی از نخبگانان جهان می باشد و توانسته است که مدال های زیاد را برای افغانستان کسب کند معرفی میکنیم. با تاپ 5 دری همراه باشید. شماره پنجم حمید رحیمی. حمید رحیمی متولد 21362 خورشیدی در کابل افغانستان می باشد. پدر و مادر حمید رحیمی در سال 1992 و در زمان جنگ افغانستان را به مقصد هامبورگ یعنی آلمان ترک کرد که او در آن زمان 11 سال داشت. در تاریخ 30 ماه اکتبر سال 2012 میلادی اولین مسابقه حرفه‌ای بوکس افغانستان در کابل برگزار شد. این مسابقه بین حمید رحیمی و سعید موبلوا از کشور تانزانیا برای کمربند بین قاره میان سازمان جهانی بوکس بود. مسابقه پر از تلاش‌ها و تکاپوی دو بوکسر بود که در راند هفتم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه شانه حریف تانزانیایی به سود رحیمی پایان یافت. شماره چهارم یاسین قادری. یاسین قادری ورزشکار افغان در رقابت‌های پرورش اندام آماتوری جهان در وزن بالای 90 کیلوگرم مدال طلا گرفت و سپس در رقابت با 10 ورزشکار برتر دنیا توانست لقب آقای عضلات جهان را به دست آورد. در همین حال یاسین قادری آقای عضلات افغانستان در وزن 90 کیلوگرم در رقابت‌های پرورش اندام و فیتنس قهرمانی آسیای 2017 در کره جنوبی گردن آویزی طلا را به دست آورد. شماره سوم باز محمد مبارز. باز محمد مبارز یکی از ورزشکاران نامدار افغانستان است که در رشته مبارزه آزاد تاکنون چندین مدال به دست آورده است. مبارز در رنگ است و سخت مبارزه میکند. او برای کسب پیروزی و مدال می جنگد که باعث خوشحالی مردم کشورش افغانستان می شود. کشوری که دههای جنگ و ویرانی را تجربه کرده و خبرهای خوب کمتر به گوش مردمش رسیده است. مبارزه آزاد یا MMA در افغانستان ورزش کاملا جدیدی است که توسط باز محمد مبارز راه اندازی شده است. قبل از آن باز محمد یک پهلوان کشتیگیر بود. او دستاوردهای خوبی در پهلوانی داشت اما علاقه خاصی به مبارزه آزاد داشت و این ورزش را با استفاده از ویدیوها و معلومات در اینترنت آموخت. شماره دوم نثار احمد بهاوی. نثار احمد بهاوی زاده 7 حمل 1363 در کاپیسا تکواندوکار اهل افغانستان است که نایب قهرمان جهان و 2 مدال بازی‌های آسیایی را کسب کرده است. وی اولین ورزشکار افغانی است که در یک رقابت قهرمانی جهان موفق به کسب مدال شده و در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه تنها مدال کاروانی ورزشی این کشور را دریافت کرد. بهاوی در قهرمانی جهانی 2007 پکن، هادی سائی قهرمان چندین باره جهان و المپیک و در بازی‌های آسیایی گوانگژو 2010 فرزاد عبداللهی دیگر قهرمان جهانی ایرانی را شکست داد. مدال طلایی اولین دوره بازی‌های آسیایی هنرهای رزمی در بانکوک 2009 از دیگر عناوین مهم اوست. شماره اول روح الله نکپا. روح الله نکپا زاده 15 جنوری 1987 در وردک تکواندوکار اهل افغانستان است. او در المپیک پکن با وزن 58 کیلوگرم و المپیک لندن با وزن 68 کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد. نکپا نخستین و تنها ورزشکار افغانستان است که توانسته است در المپیک مدال بگیرد. نکپا تکواندو را از 10 سالگی در کابل آغاز کرد. در پی جنگ افغانستان خانواده او به اردوگاه پناهندگان افغان در ایران مهاجرت کردند. پس از آن او به عضویت تیم تکواندوی پناهندگان افغان در ایران درآمد. او در سال 1383 باز به کابل بازگشت و تمریناتش را برای آماده سازی مسابقات المپیک پی گرفت. روح الله نکپا در مسابقات آزاد کوریا که در آن بیشتر از 30 کشور شرکت داشتند با شکست دادن ورزشکارانی از کویت، بلژیک و ژاپن مقام سوم را به دست آورد.